و هر سختی یک سختی دو آسانی داره. انسان هر قدر که سختی ببینه و مشکلات هم به خاطر خدا مشکلات و مشقت را بچشه و حتما کس الله تعالی خود سهولت را فراهم میکنه. الله تعالی خودش میگه هر کسی که در راه ما جهاد کرده باشه به خاطر خدا، به خاطر رضایت الله تعالی جهاد کرده باشه، کوشش کرده باشه به خاطر قایم کردن نظام اسلامی که کوشش جهاد کرده باشه و حتما الله تعالی به همه بریشان همه راههای و سهولت آسانی ها را سهولت را بریشان فراهم میکنند. ولی شما میبینید که امروز الحمدلله این قسم پروژه‌ای که برای ما شما اینم از مرکز مسئولین ما و شما از مرکز از کابل اینجا تشریف میاره در حضور ما و شما استادگی میکنه و می به امرای ما و شما با هم در یک جا شانه با شانه نزدیک دیدن میکنه، مشکلات ما و شما را میبینه. واقعا خیلی جای افتخار است. واقعا از اینجا معلوم میشه که نظام اسلامی، امارات اسلامی و تماما مسئولین از همه کلانها تا خود برای ملت به خاطر خدمت برای مردم ای آماده هست. این آمادن شما هر دوره هر وقت ما شما دیدیم و یک مشکلاتی که باشه یک همه قسم افتتاح باشه این خود کلانه ما شما در ساحه میرسه و خودش ما از اینجا نشانه میده که معلوم میشه که و برای ما شما کلانه ما شما ترحم داره، شفقت داره، چون که نظام اسلامی است. وقتی که نظام اسلامی باشه و همیشه و کلانه و اماره ما شما متوجه سر ملتش است و سر مشکلات ملتش است و میشنوه و مشکلات حل میکنه. واضح خاطر که شما مردم ملت هم که واقعا ملت حق داره و خیلی مردم حق داره و امید هم داره، چون که مردم تکلیف کشیده، رنج کشیده، سالیان سال در اینجا جنگ و جدل و نارامی بوده. الحمدلله امروز امنیت سر آرام هست، قایم هست، امنیت هست شب و روز و از اول از خدا دویم به برکت دعای همه مردم ملت مظلوم بودن. امروز که الحمدلله در پهلوی نظام شما ایستاده هستید، در پهلوی نظام، در پهلوی مجاهدین شما ایستاده هستید.